ای دختر موادی علا میکنم علا 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 ای دختره که شیرینی مرا خوش علا. این گزارش در دوره آزمون جمهوری خوشنامه بهترین و فرزند باغ پدر و مادر از روزگار سبزیگل نظر و قصه میکند. این زن مادر خوشبخت بی مهربان و خوشنامه 7 کلین خوشمعامله می باشد. 7 کلین دارم، 7 بچه دارم شکرانه خداوند. خیلی اویش بود که ما انتخاب کردیم، اویش بود که خیلی اگر آچه جون همو دا برای اگر خیلیش هم بهترین میشه گفتیم خیلی مایل گم نیست هم معقول باشه ما معقول شما دا میدیم. خیلی تا امروز خیلی شکرانه خداوند که کلینکو خدمت میکنن، کار برشون میکنن، زندگی که خوب دارن. اینا خیلی چند تاشون جدا هم برای زندگی خودشون. خیلی تا امروز یکون گپی پس بالاشون نشنیدیم. رای خشتومانم یاد گرفتگی بهترین نم خیلی جربان چی بود که جربی دستی میبستیم ولی چند تایی بستیم همش خیلی گرفته بردن گفتیم خیلی بعد بخمون رو میبندیم خیلی نیوش بخمونده جربایی که ما همه روزا نمیبندیم خودمون همه چیزا را خودمون چی میکنیم. سبزیگل ساکنی ناحیه واسه است. در شهرک یولبوگ مرکز ناحیه واسه در این منزل خاکسارانه ساخته شده با 3 کلین عمر به سر میبرد. اگه هم وقت میگن که امی خوبی ایده جانبه اگر ایده جانب باشه این بهترین میشه و ممکن که ایده جانب باشه که اول تو این روزا یگون کلین ما ایش به ایش جنگ های های این شکرانه خدا 7 را میره به دهن میگه دختر مردم های میورش با ما دوام این قصال دا کل دولت میکردیم چی میگم موقع تو این روزال نشنم که کلین ما جنگ کرده باشه یا که ما او را با یک جنگ قد به قد با یک چیز جدا کرده باشیم خیلی گپ نیست. اما بچم امروز خیلی بود که ما جدا نمیشم چی آخه نمی جدا نمیشه چیکار میکنی تو گلاک داری گلاک کت امرت چیدم برین جدا شین ای پای زندگیشین. در این عائله همدیگر فهمی است. خوشنامه و کلین مثلی که مادر و فرزند هستند. نیلوفر کلین 7 است. اولین محیط باره که من به اینجا آمدم خیر همه برای من بگونه بود و خوشتومانم با من گفت که هیچ کس را بگونه قبول نکن خیلی که مادر خودت هست من مادر شما هستم من هم مادرت هستم و هر چیزی که شد هر چیزی که میخوای هر چیزی که میپرسی از من پرس من به مثل مادر رو قبول کردم و هر چیزی که میشد من از او میپرسیدم و هر چیزی که نمیدونستم و نمیفهمیدم از او یاد گرفتم. انا چی چیزو یاد گرفتی خوشتومانت؟ از خوشتومانم من از آتلاکونی رو یاد گرفتم آشپزی رو یاد گرفتم طعم‌های ملی طعم‌های ملی بله طعم‌های ملی رو همش رو یاد گرفتم در مدت 2 سال هم با خواندن مشغول بودم و هم با کار مشغول بودم هم هنرهایی که طعم‌های ملی هستن هنرهای مردمی هستن که از آن جمله بافندگی و نقش نگار چکندوزی اینها را خوشتومانم با من یاد داد. نصیحت یکم نصیحت همی بود که همین خانه را همچون خانه خودت قبول کن همچون خانواده خود ما رو همچون خانواده خودتون که خیلی با مادر و پدر و برادرای خودت عادت داشتی و آزاد زندگی میکردی همینجا را همون خیلی قبول کن و همیشه به سوی زندگی به پیش همیشه در فکر زندگی باش. اولی امی نصیحت ما ای عبارته که حرمت احترام اگر همین مهر محبت در خونه باشه خیلی نقل روایت قطعی هست نه که خیلی میل باشه امی محبت امی وقتی که حرمت کردی کلانتر شوهر تا مرا چه هیچ کس اگه دیونه نیست که کلی نبگیره یا تا دیگره یکون گای پست بالا بگوی اما هر کمشن نه که جیدو ما اول نصیحت میکنم قطعی آبشی نمیکنم یا علاقه گفتی امو همسایه موری و دیم بلشیدگیان میگم که بچم خیلی که ایجا زن هیبر داره ایجا داره همه بفورد که هیچ کتره تان ایراد یکون کار نکنه خیلی کارا که امی تو اینکه تا موقعی خطا بیاوی خیلی شغرونه خدا همه خیلی میکنن تو این روزا های هم مثلا صاحبی کار و صاحبی وظیفه و خواندگی و مثال میگن خونه و در بو میرم. هنگامی که نیلوفر آماده تیار نمودن طعام است آزاده کلین دیگر باشد نان میپزد. از تقدیر خود از خانواده خود از شوهر خود خیلی منتظر هستم و در زندگی خیلی راضی هستم در این خیلی عائله زدم در شوهر خوب زدم فرزندای خوب شکر الله که ما هم خیلی زندگی داریم
ما آمدم قطعی خشتمان شکری الله خیر همه کار خشتمان ما همه طرفای ما را همه کلنمون همه کارا را نشان میده تعلیم تربیت خوب. در این اویله کلین‌ها همه معلومات عالی دارند. سبزیگل از آن خرسند است که کلین‌هایش صاحب معلومات بوده با سواد هستند. ناخوندگیش به خدا بردم خودم داخل کردم امی چسخوری رفتم گفت ما باید بخونم. مثلا تو میخونی امی باوری داری که باید بخونی گفت گفتم تمام ما خود میخونم. خیلی آوردیمش دویده خیلی داخلش کنیم خیلی شکرانه خدا. این حالی در مکتب 53 بود تعریفی که اینا قدر خیلی دختر خوبه ای گفته کارش میبرویه ایده ایش میبرویه. سبزیگل خودش هم زنی با سواد است، معلومات عالی دارد، هنرمند است. این نقش گلدوزی ها مسئول کاری دستی او هستند. با شعبه کاربازانان و عالیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه همکاری زیست دارد. در نمایش هنرهای مردمی با هنرهای دستی فعالانه اشتراک نموده هنرهای مردمی را همیشه معرفی می نماید. او زیبایی را دوست می دارد، ذوق گلپروری دارد. همه امی زیبایی تازگی همش دوست می داریم. ما یگان مونود یگان ساعت یگان دقیقه بیکار نمیمونیم. کار میکنیم، گل پروری میکنیم، ایشا میکنیم، تازگی میکنیم، یک کس برای راستی دوید میکنیم. عموما که در زندگی یگان مینوت مونا به خودم نمیزگرون. سبزیگل با وجود کاری باریخانه کار میکند. در لیسه کسبی تکنیکی ناحیه واسه کتابدار است. من زیاده از 35 ساله که من در نمی کتابخانه کار میکنم، فعالیت میکنم. شاگردا میوین همینجا میشینن کتاب میخونن. خیلی محل از قدی هر کار قطعی بندیم. اینا گازیتو را نگاه کن چی قدر قریب یک 20 نمود گازیت قطعی ما چی داریم که او را پچفکا میکنیم، سوز میکنیم. با بچه‌ها میان خیلی دخترها میوین میگه معلمه شما خیلی مونده نمیشین که میبینن شما در حالت کارین. میگیم نه بو میشینیم اینجا بو کارجابدوزی هر نمود چیا داریم او را استفاده میبریم. میگه شما سرتون ویرون نمیشه وقت قدر میجنبین این کارا میکنیم و کارا میکنیم. میگیم نه همه خیلی حلاوت میبری ای چیز. هر وقت میبینی این کار بو چیت خوب انجام میفت با حواس میکنه یک کار دیگر کنم که با چند کس دیگه چیزی من حلاوت برم. کتابخانه او یگان و خالی نیست. پیوسته کسب آموزان را با مطالعه کتاب‌های بدیعی او جلب می‌سازد. شورش همه خیلی میویا کتاب گفته هیچ خوش رابط میگم که ای همه در دوستی بیمینت دوستی بیسوم یا رفیق خوبی رو بلد زندگی ای اولی بخون چنون بسیار جای خود میکنم. میگه معلمه همی فکر میکنه که میخونی ای بی ایجاد خیلی چیزی و یگون حکایه را میخونی. میگوی به هر روز خوندم بگیریم این چیزایی نداشته. میگم انا خیلی که جلبت میکنه بعد انا تو کتاب خون میشه بعد یک آدمی زور و توانو میشه که دیگه هیچ کتر قطع سر بسر چیده نمیتونه. ذوق زیبایی پرستی او است که تالار کتابخانه‌اش را گل‌های زیبا باز هم زیباتر نموده است. نه تنها کتابخانه بلکه همه گل‌های سیمخانه‌ها و حجره‌های کاری این مؤسسه مسئول مهنت دستان سبزگل هستند. مناسبت معلمه با کار به نهایت خوب است و پیش از همه با جای کار حاضر شده. بعداً همچون گلپروری که در حقیقت همه گل‌های مؤسسه رو یک از نظر گذرانده بعداً با کار شروع میکنن. همین گل‌هایی که در همه کابینت‌ها و اتاق‌های کاری داریم از دست اپای سبزگل آب خوردند. او همچون مادر نه تنها در تربیت فرزندان همچنین در تربیت کسب آموزان هم خود را مسئول میشمارد. نزد این دختران و زنان کسب آموز تیز میآید. در این سمت با آنها مصلحت میدهد. بزرگای ما هم خوب گفته که از هنرمندی در کشایی کنینه در بندی این هنر است که مثال میگیریم امی آدم با میگه که علم به عمل چیار گردد قدرتی یک 1000 گردد. همه علم آدم ای خودش کرد همه چیزا آموخت یاد گرفته یا وقت دیگه 100 کسی دیگه حرمت کرده عزت که آقای فلانی کته مرا بدوست ایتا که اوتا گفته 1001 کارا بود میکنن. این هنر بهترین چیزای امی کلانترای ما همه گفتی اول زن آخر زن آنگاه زن مرد. در اویلا اگر زنی امی عاقل باشه او بهترین زندگی و بهترین کار میشود که در زندگی او مردک اما از اون نمیکشه در تربیت فرزند. این بود از روزگار و زندگی سبزیگل نظر و یک مادر تاجیک از ناحیه واسه.
ای همه بونو ترمی